برای در سطح بلند و متشکلانه برگزار نمودن معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دیهاتی اسفره یک حوزه و 83 участкهای انتخاباتی تشکیل و همه آنها با لوازمات و مواد ضروری جایزانده شدند. در اساس قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان حوزه انتخاباتی اسفره رقم 27 تشکیل گردیده. طبق معلومات آماری شماره پیشکی انتخاب کنندگان این حوزه 162105 نفر را تشکیل می‌دهد که 4307 نفر آنها بار اول آواز خواهند داد. بهره در دایره طلبات کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان قانون‌های عمل کننده در سطح بلند تشکیلی و معرفتی حقوقی شفاف و آزاد به طور دموکراتی و با اشتراک فعالانه انتخاب کنندگان برگزار نمایی این چهاربینی سیاسی در شهر اسفره تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شدند. در همه участкهای انتخاباتی حوزه انتخاباتی اسفره رقم 27 کارهای آمادگی جهتی در سطح بلند تشکیلی دایر نمودن انتخاباتی در پیش ایستاده ادامه داشته با اهالی عاید به اشتراک فعالانه آنها در این معرکه مهم سیاسی کارهای فهماندهی براه مانده شده است. بینای участкهای انتخاباتی مطابق طلبات جایزانده شده بود. تا این زمان رویخطی انتخاب کنندگان ترتیب داده شده. همه участкهای انتخاباتی با حجره و قوطی‌های مخصوص، خانه‌های مادر و کودک، یاری طبی، اتاق کاری کمیسیون انتخاباتی، نوشتجات‌ها، پانتوس‌ها، جوان آهنین، نشانه‌های سریراهی، میز و کرسی و دستور حجت‌های لازمی تامینند. همچنین برای افراد امکاناتشان محدود و ناظران منطقوی و بین‌المللی نیز شرایط ضروری فراهم آورده شده است. участки انتخاباتی رقم 35 به گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پررا آماده است. با دستگیری به واسطه رهبریت آسایشگاه رئیسش محترم عبدالمومن حلیموف участка پررا جایزانده شده است. участки انتخاباتی با موادهای اطلاعاتی ترغیباتی با گوشه ها همچنین قوطی آوازدهی کابینه آوازدهی پررا جایزانده شده است. در تمام گوشه و کنار آسایشگاه شعارهای دعوت به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نصب کرده شده است. هر نفری که به این معرکه مهم سیاسی مراکز ظاهر می کند از طرف اعضای участка و سوال خود جوابهای مشخص می گیرد. من با باوری پررا گفته می توانم که معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در участки ما در سطح خیلی بلند سیاسی صورت خواهد گرفت. طبق دستور کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن فرهنگ سیاسی انتخاب کنندگان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی راه اندازی می‌گردند. در این ردیف وابسته به بلند برداشتن روحیه خودآگاهی و خویشتن‌شناسی، معرفت حقوقی و فعالانه شرکت ورزیدن در معرکه انتخاباتی در کوچه و خیابان‌های شهر شعار و آویزه‌های اطلاعاتی و دعوت کننده نصب کرده شدند. участки انتخاباتی رقم 15 در بینای قصر فرهنگی جمعیت سهامی کشاده کارخانه کیمیایی جایگیر شده است. امروز کارها در участка طبق نقشه تقویمی چهاربینی براه مانده شده است. در участка رویخط انتخاب کنندگان ترتیب داده شده. انتخاب کنندگان بار اول معین کرده شده است. نفرانی در مهاجرت قرار داشته شخصانی بیمار معین کرده شده است. حدود участка پررا تازه و آزاده کارهای تعمیر و ترمیم به انجام رسیده است. شعار و آویزه ها به پررگی نصب کرده شده است. گفتم ممکن است که участка برای گذراندن این معرکه مهم سیاسی آماده می شود و هیئت کمیسیون هم اطمینان دارند که همین معرکه مهم سیاسی را در سطح بلند می گذرانند. برای در سطح بلند گذراندن همین معرکه مهم سیاسی تمام امکانیت ها مساعد فراهم آورده شده است. ساکنان شهر دیهاتی اسفره اطمینان کامل دارند که انتخاباتی در پیش ایستاده با عامل مهم متحدسازی تاجیکستانیان تحکیم هرچه بیشتری وحدت ملی و صلح و ثبات در مملکت مبدل خواهد یافت.